این تالاری اسطورخانه ملی داوم 2 هفته آینده سیمای زن مادری تاجیک را در دوره‌های گوناگون انعکاس خواهد کرد. نمایش تحت عنوان جلوه زن مادر در عالم رنگ‌ها بزرگی مادر را نشان داده احساس محبت و احترام را نسبت به زنان بیدار می‌کند و به این وسیله میراث گرانبهای مصوران و هیکل‌تراشان کشور را معرفی می‌سازد. در مراسم افتتاحی نمایش نو ذکر شد که زن مادر مقدس‌ترین موجود روی زمین و چراغ فروزان خاندان بوده سرچشمه زندگی از او آغاز می‌یابد. ارجگذاری به مقام زن مادر و پاس داشتن عزت و احترام او وظیفه و قرض هر یک فرزندی با ننگ و ناموس است. در نمایش جشنی از فوند طلایی اسطورخانه ملی 38 مصوره و نیم پیکره نادر که مسئول ایجاد رسامان و مجسمه سازان معروف کشور میباشند به معرض گذاشته شدند. در نگاره ها و نیم پیکره ها سیمای زن مادری تاجیک با تمام لطافت، مهربانی و شکوه معنوی تجسم یافته است. تفاوت نمایش امسال ما از آن است که در اینجا مصوره‌هایی هستند که نخستین مراتبه بعد از سالهای طولانی به نمایش گذاشته شدند. حیات یک لحظه خوب زنان تاجیک و مهر و محبت آنها، سیمای طبیعی زنان تاجیک در اثرها به طوری برجسته نگاشته شدند. در این تالار تماشابینان امکان دارند که با آثار ایجادکاران شناخته تاجیکستان از نزدیک شناس شوند. سیمای مادران شناخته تاجیک از قبیل نطاق تلویزیون خاصیت علیمова، ملکه صابرova، توفا فاضلova و دیگران را میتوان در اینجا دید. دوستداران صنعت و زیبایی میتوانند تا 19 مارس سال روان در اسطورخانه ملی نمایش جلوه زن مادر در عالم رنگ‌ها را تماشا کنند.